خب اگر خواهید که هرچی زودتر فریزال ورب ها رو از خود کنید، پس کوشش کنید که در صحبت های هر روزتان از آنها چی قدری که می توانید بیشتر استفاده برید. سلام علیکم دوستانی انگلیش کده. امیدوارم که تن صحت و بردم و سلامت هستید. خب این درس چهارمین ما از برنامه فریزال ورب می باشد. اگر تکرار هم شود، تنها برای یادرس کردن شما میگم که اگر ویدیو یکمی ما رو از همین برنامه تماشا نکرده باشید، با شما توصیه میدیم که یکم در آمده آن رو تماشا کنید، چون که در ویدیو یکم ما درباره فریزال ورب ها یک چند نقطه رو ذکر کرده گذاشتیم. خب اگر خواهید که هرچی زودتر فریزال ورب ها رو از خود کنید، پس کوشش کنید که در صحبت های هر روزتان از آنها چی قدری که می توانید بیشتر استفاده برید. خب در این موزه ویدیو ما باز 4 فریزال ورب به حد سرکاربرد رو برای شما آماده نمودیم. Let's get started. فعل ترکیبی یکمی ما take through به معنای فهمانیدن. مثلا I still don't understand the contract. Can you take me through it again? I still don't understand the contract. Can you take me through it again? من هنوز شرطنامه رو نفهمیدم. میتوانید باری دیگر فهمانید؟ جمله دوم Here is my report. I'll take you through it if you like it. Here is my report. I'll take you through it if you like it. حسابات من اینجا هست. اگر خواهید آن را به شما میفهمانم. جمله سوم I'll take you through it one more time. Then you can try it yourself. I'll take you through it one more time. Then you can try it yourself. من این را باری دیگر به شما میفهمانم. سپس خودتان آن را میسنجید. فعل ترکیبی دومی ما turn up. این فعل ترکیبی معناهای بسیار دارد. ما تنها 3 معنای معمولی آن را آماده نمودیم. معنای یکمی آن یافت شدن، پیدا شدن. مثلا آن چیزی که شما گم کردید و در جستجویش بودید و آن را ناگهان پیدا میکنید. مثلا The documents finally turned up in an office along the corridor. The documents finally turned up in an office along the corridor. در آخر حجت ها از راهروی اداره پیدا شدند. جمله دیگر Eventually my watch turned up in a coat pocket. Eventually my watch turned up in a coat pocket. در آخر ساعتم از کیسه پالتویم یافت شد. خب معنای دوم حاضر شدن. He turned up late at the party. He turned up late at the party. او به شب نشینی دیر حاضر شد. جمله دیگر There is no need to book. Just turn up on the night. There is no need to book. Just turn up on the night. بلیط خریدن لازم نیست. تنها شب حاضر شو. معنای سوم بلند کردن، زیاد کردن. مثلا صدا، حرارت و غیره. Can you turn the volume up a bit? Can you turn the volume up a bit? آیا می توانید صدا را کمی بلند کنید؟ Turn the oven up to 220. Turn the oven up to 220. دخاوکه را به مقدار 220 بلند کنید. Turn up the radio. Turn up the radio. رادیو رو بلند کنید. خب فعل ترکیبی سومی ما این jot down. این فعل ترکیبی به معنای نوشتن، یعنی هنگام صحبت، هنگام گفتگو یگان معلومات درکاری را تیز و مختصر نوشتن. مثلا Let me jot down your number. I'll call you tomorrow. Let me jot down your number and I'll call you tomorrow. بیایید رقمتون را نویسم و پگاه به شما زنگ زنم. I carry a notebook so that
I can't jot down any ideas. I carry a notebook so that I can jot down any ideas. من همراه خود دفتر میگیرم تا که توانم یگان اندیشه ای را نویسم. فعل ترکیبی چهارم و آخرین ما pass out بهوش شدم. I nearly passed out when I saw all the blood. I nearly passed out when I saw all the blood. وقتی که این همه خون را دیدم قریب بهوش شدم. He passed out from the heat. He passed out from the heat. او از گرمی بهوش شد. خوب تماشاچیان عزیز، ویدیو ما اینجا با آخر میرسد. امیدوارم که ویدیو برای شما خیلی مفید بود و تشکر زیاد از همه شما برای دستگیریتان که زیاده از صاحب 1000 ابونچی شدیم.